سلام دوستان، به چنل یاددهی خوش اومدین. توی این ویدیو قراره خیلی ساده و شفاف بهتون یاد بدم چطور قیمت شمش آب شده رو محاسبه کنید. اگه تا حالا براتون سوال بوده که قیمت نهایی این شمشا چطور محاسبه میشه یا میخواین بدونین چطور میشه موقع خرید و فروش ضرر نکنین، جای درستی اومدین. پس با من همراه باشین تا قدم به قدم با هم پیش بریم. اول از همه باید قیمت آب شده نقدی رو بدونید. برای مثال فرض کنید قیمت آب شده نقدی 32 میلیونه. شما برای به دست آوردن قیمت 1 گرم آب شده نیاز این عدد رو بر 4.33 تقسیم کنید که مساویه با 7,387,000 تومان. حالا فرض کنید یه شمش 10 گرمی با عیار 850 دارید. برای به دست آوردن قیمت نهایی این شمش آب شده نیاز شما گرم آب شده با عیار 850 رو به گرم آب شده با عیار 750 تبدیل کنید. برای این کار شما وزن طلای آب شده خودتون که 10 گرمه ضرب در عیار 850 کرده و نتیجه رو تقسیم بر 750 میکنید. در این صورت وزن طلای آب شده شما با عیار 750 برابر 11.333 گرم میشه. حالا کافیه فقط این وزن به دست اومده رو ضرب در قیمت 1 گرم طلای آب شده 750 کنید که میشه 83,716,000 تومان. خب امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و چنل یاددهی رو سابسکرایب کنید.